چند تا از بچهای پیج بهم پیام دادن، یه استوری گذاشته بودی یه انگشتر خیلی عجیب غریبی دستت بود. یه انگشتر منه، نشان شوالیه‌های معبد، در مورد اینکه چه شعاری روش نوشته شده، چه فلسفه‌ای داره، تو زندگیتون میتونی از این فلسفه چه استفاده‌ای کنین و ارتباطشو با بازار مالی براتون توضیح میدم. شوالیه‌های معبد در زندگی روزمره برای من الهام بخشن، چون یکی از مفاهیم اصلی اونها لذت بردن از رنج هست. شاید با خودتون فکر کنید چقدر میتونه این ایده احمقانه باشه. مگه میشه از رنج کشیدن هم لذت برد؟ بله، شما اگر بتونید بر رنج ها چیره بشید و هیچ رنجی نتونه بر اراده و آرامش شما خدشه‌ای وارد کنه، شما به یک ابر انسان تبدیل میشید. راهش روبرو شدن با ترس هاست، نه فرار کردن از اونها. چرا شما به تراپیست مراجعه میکنین؟ چون جرأتشو نداری با رنج درونت روبرو بشی. رفتی، مراجعه کردی، هزینه کنی تا با ترس درونت روبرو بشی و تراپیست هم برات در این زمینه راهکار بنویسه. حالا ارتباطش با بازار مالی چیه؟ زیان باعث رنج ما میشه، اینو همه قبول دارن. اگر از زیان کردن متنفر نباشی و ازش لذت ببری، میتونی علت وقوع اونو ریشه یابی کنی. بخش آمیگدال مغز ما طوری طراحی شده که از عوامل اضطراب آور و تهدیدزا فرار کنه. به خاطر همینه تا از زیان کردن لذت نبری نمیتونی علت افتادن درونش رو پیدا کنی. چندین عامل وجود داره که باعث زیان و شکست ما میشه و باید بر اونها چیره بشیم. وقتی اون عوامل رو شکست بدیم، عملاً یک استراتژی دائما برنده ساختیم. بنابراین من به عنوان یک برنامه‌نویس شبانه روزی دنبال زیانها و علت اونها در آمار معاملات هم هستم تا بتونم با آرامش و ذهنی باز استراتژیم رو جوری بچینم که به زیان بسیار کمتری ختم بشه. زیان برای من یک فاجعه نیست، بلکه بخشی از آمار و عملکرد منه. پس از روبرو شدن با زیاناتون در زندگی واهمه نداشته باشید، ازش لذت ببرید. نردبان رشد شما همینجاست. در این صورت میتونید تجربه کسب کنید و راه‌های منتهی به زیان رو شناسایی کنید و بتونید اونها رو سد کنید. من بعد از 20 سال فعالیت در بازارهای مالی یک الگوریتم برنده در تریدینگ ویو ساختم به نام هلموت که هدفش کاهش چشمگیر نواقص روانشناختی انسانه. برتری آماری دائمی داره و استفاده از اون برای عموم معامله‌گران راحت و آسونه. با هلموت شما از دنبال کردن اخبار، ترس و اضطراب، تحلیل تکنیکال و بنیادی بی‌نیاز میشید، چون به صورت شبانه روزی در حال پایش بازار هاست و نقاط ورود و خروج دقیقی ارائه میکنه. کیفیت آماری ثابتی داره و چون بر اساس یک الگوریتم ریاضی طراحی شده، ریپینت به هیچ وجه نداره و میتونه عملکردش رو به صورت دائمی تکرار بکنه. هلموت در یک محیط کاربری بسیار زیبا بر بستر تریدینگ ویو طراحی شده. برای راحتی، موفقیت و تجربه متفاوت در 5 بازار مالی به وبسایت helmut.ir مراجعه کنید.